20 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:55 راننده автомашин تمغه اوپل استرا تقایف سلطان مراد بیک مرادویچ سال تولدش 1961 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود جماعت دیهات سرزم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر جبار و گلنوزه سال تولدش 1989 و خورسال جبارزاده خورسند مراد سراج‌الدین سال تولدش 2022 ساکن شهر پنجکند را پخش نموده است. در نتیجه جبار و جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. خورسال جبارزاده در نتیجه برداشتن جراحات وزن جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 21 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 12:10 در محله دریاباد پیرمرد 71 ساله ساکن همین نویه با او مناقشه نموده با کار 2 مرتبه با ازوای بدن جبر دیده زده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.